اگه انیمیشن بریو رو دیدید و مثل من خیلی ازش لذت بردید، این کتاب رو هم بخونید چون مطمئنم ازش لذت میبرید. داستان یه دختر 19 ساله است به اسم فیرا که یه شکارچی خیلی ماهره و یه روز که توی اون جنگل سرد و بیروح مشغول شکار بوده، یک گرگ رو شکار میکنه و بعداً میفهمه که این یه گرگ عادی نبوده، یکی از موجودات فی بوده و طبق پیمانی که این موجودات با انسان‌ها داشتن، حالا باید فیرا جونش رو برای این موجود فدا کنه و اینجاست که داستان خیلی حساس میشه. موجودات فی موجودات فرازمینی هستن که میتونن خودشون رو به هر شکلی که میخوان در بیارن. نویسنده این کتاب سارا جی مس هستش که بیشتر اونو به خاطر داستانهای فانتزی و عاشقانش میشناسن. این کتابش خیلی معروف شد و نمیشه گفت خلاصه، ترکیبی از فداکاری، تلاش برای بقا و عشق. خیلی هم معتقدن که از روی داستان زیبای خفته الهام گرفته شده. پیج اینستاگرام زبامه رو حتما داشته باشید، فالومون کنید چون کلی معرفی جذاب‌تر اونجا داریم. کتاباتون هم از طریق دایرکت اونجا میتونید ثبت سفارش کنید، اینطوری 5% تخفیف بیشتر هم میگیرید.